درود به مهمانان صحیفه هزار کتاب و هواداران کلامی بده. و شما استراحت خوب و بالیده آرزومندیم. با صحبتمان از کتاب و احترام کتاب آرزومند آن هستیم که دائما با کتاب همنشین و با کتاب هم صحبت باشید. کتاب نوبتی که در صحیفه 1000 کتاب درباره آن معلومات می‌دهیم، مجموعه نجم‌الدین صلاح‌الدین زاده تحت عنوان بیا شهمات می‌بازیم میباشد. کتاب نامبرده از طریق مؤسسه نشریه معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 92 صحیفه یعنی 11 و از 5 جزء چاپی عبارت است. صحیفه های درونی و مقابله کتاب رنگه میباشند. کتاب با صفت اعلی در مطبع جمعیت دارای مسئولیتش محدود گنج نشریات با تعداد 5000 نسخه چاپ شده است. کتاب مذکور با قرار مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از 26 ینوری سال 2018 تحت رقم 02-55 تصدیق گردیده برای نوآموزان پیش بینی شده است. کتاب بیا شهمات میبازیم با مقصد آموزش شهمات برای نوآموزان پیش بینی گردیده است. طبیعی است که پدر و مادران، آموزگاران و مربیان باغچه‌های کودکان برای رشد تفکر و قابلیت‌های ایجادی کودکان از هر گونه واسطه‌ها و بازی‌ها استفاده می‌برند. بازی شهمات یکی از واسطه‌های خوب رشد تفکر کودک به حساب می‌رود. از این کتابی که پیشنهاد می‌گردد آموزگاران، پدر و مادران، مربیان باغچه‌های بچگان و همه آنهایی که به تربیت کودک سر و کار دارند، می‌توانند کودکان را با قاعده‌های عادی‌ترین بازی شهمات، نام‌ها و طرز گشت هر یک مهره آن، مفهوم‌های اساسی بازی شهمات شناس نمایند. این در زمینه‌های بالاتر تحصیل به آموزش شهمات و آموزش فن‌های دقیق آماده گردیدن آنها مساعدت می‌کند. مندرجه کتاب نامبرده از 35 مشغولیت عبارت است. مشغولیت یکم، فرق بازی شهمات از بازی ششکه. مشغولیت دوم، تخته شهمات. مشغولیت سوم، خط افقی. مشغولیت چهارم، خط عمودی. مشغولیت پنجم، حرف‌های صفحه شهمات. مشغولیت ششم، معلومات درباره مهره‌ها. مشغولیت هفتم، مهره رخ. مشغولیت هشتم، مهره اسب. مشغولیت نهم، مهره فیل. مشغولیت دهم، مهره فرزین. مشغولیت 11 مهره شاه. مشغولیت 12 پیاده. مشغولیت 13 نوشت بازی نتاتسیا. مشغولیت 14 نوشت بازی نتاتسیا. مشغولیت 15 نوشت بازی نتاتسیا. مشغولیت 16 گشت مهره ها. مشغولیت 17 گشت مهره رخ. مشغولیت 18 گشت مهره اسب. مشغولیت 19 گشت مهره فیل. مشغولیت 20 گشت مهره فرزین. مشغولیت 21 گشت مهره شاه. مشغولیت 22 گشت پیاده. مشغولیت 23 گرفتن پیاده. مشغولیت 23 گرفتن زدن پیاده. مشغولیت 24 گرفتن پیاده هنگام گذشت. مشغولیت 26 تبدیل پیاده. مشغولیت 26 قلعه بندی. مشغولیت 27 ارزش مهره ها. مشغولیت 29 مات. مشغولیت 29 دورنگ. مشغولیت 30 پرت. مشغولیت 31 گشت اول. مشغولیت 32 کارهای عملی. بازی اردشیر با آنوش. مشغولیت 33 بازی پال مورفی و گرسوگ براونشویسکی. مشغولیت 34 بازی گاری کاسپاروف و سیمون بارتلز. مشغولیت 35 لغت مختصر کلمه ها که در آخر کتاب در 3 صحیفه آورده شده‌اند. این کتاب برای خوانش بیرون از صنفی خوانندگان دستور خوب است. کتاب را از مغازه‌های کتاب فروشی می توانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره کتاب نجم‌الدین صلاح‌الدین زاده تحت عنوان بیا شهمات میبازیم. نوابسته از تضادهای زندگی با شما تنها کتاب همنشین و همصحبت است. زیرا یگانه دوستی که شما را فریب نمیدهد و بی آزار است این کتاب میباشد. کتاب خوانید و با ما باشید. پخش نمودن تگمچه قید را فراموش نکنید.
خیر دوستان عزیز، تا نشری نوبتی صحیفه 1000 کتاب.